دوستای نازنین سلام، خوبید؟ جانش مجوره، تکره دیگه خوبید؟ امیدی خوش و خوشحال باشید با فامیلتان، با دوستایتان صحتمند باشید. دیگه داود داخل انگور امروز چیکار میکنه؟ امروز شاخهای انگور این پایاش که چقای کسته نمیفهم، هرس میگه چی میگه، زیاد در زبانی چیزش بلد نیستم. این داخل انگور دیگه اینا ما دوستا شما رو نشان میدم که با چی میره قدش میکنیم. میره رفت اینه دوستا، با این کسته اینه، یعنی درخت انگور، یعنی درخت انگوره، یعنی رو میخوایم قدش کنیم. اینه البته با یک دیست دستیم دیگه دوستا، دیگه بخشش باش دیگه. اینا مثل دو طرف است، یک جایش یک جایش انگور های نقصیش دوستا دیگه. میخوایم من باز دنبالشون، باز اینی شاخهای کنده در زمین افتیده یا را بالا میکنی، یا را مثلا ایک داخل جای داخل سیم، یعنی سیم است، داخل از سیم میکنی. دوباره اینا رو ماری دنبالی از این انگورای چقدر اینا هم انگور درست، اینا رو باید قطع کنی چون پای انگور کثیف من زیاد میشه. وقتی زیاد شد دیگه انگور از پایایش زیاد تا 1 متر باید تمیز باشه. این رقم یعنی کسته اینی پای انگور، یعنی تا 1 متر باید تمیز باشه. اینا لینی هم کسته اینا رو باید بیلی بالیه. اینا دوباره یکی دیگه آمدی ها میتونه با دیست قطع کنی. اینی رقمی رو باید قطع کنی داخل انگور بندازی. اینا دوباره یکی دیگه دوستا، اینی رقم باید یاره قطعش کنی، یا قدیست یا مثلا با همین چوبگی که گفتم. این برس هم داره، خورد بود، میتونه با برس قطعش کنی. تشکر دوستا که با ما بودید. انگورا نقص شده، با ما بودید. یک جهان تشکر.